در شهر کراسنودار کارمندان مقامات قدرتی به اکادمیای ورزشی با نام ارولان جوان هنگام آنکه کودکان سن 10 تا 17 ساله در آنجا مشق می‌کردند وارد شدند. درباره این حادثه تلگرام کانال کراسنودار تلتایپ و سامانه 93 رو خبر دادند. این واقعه 13 فوریه سال 2025 رخ داده است. در نوارا که نشر شده است دیده می شود که کارمندان مسلح قدرتی در لباس نظامی کودکان را مجبور می کنند که رو به زمین خوابند. سامانه 93 را با استناد به یلنا مادر یکی از آسیب دیدگان نوشته است که گروه نقاب پوشان با سلاح وارد شده با پایافزال افلاس به بالای متن‌های نو پهن شده در آمدند. به گفته او پسرش فرمان خوابیدن را اجرا نکرد و در نتیجه او را با پای به شکم و رویش زدند. در زیر چشمش کبودی پیدا شده است. شکر خدا که یگان آسیب جدی نگرفته است. اما کودکان چنان ترسیده بودند که بعضی آنها را حتی در خانه هم آرام کرده نتوانستند، گفته است مادر. به گفته او قوه‌های امنیتی تقریبا 1 ساعت در اکادمیا بودند. یلنا میگوید که مأموریت یگان شهر نگرفت. مربی هم نمیداند که چرا رد شد. والدان میخواهند به رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین مراجعت کنند. به نوشته بازا مقامات گویا در جستجوی مهاجران غیرقانونی بودند ولی هیچ کسی را پیدا نکردند. یک چند دقیقه پیش از عملیات آنها به سراغ پیشین مکتب ورزشی رفته بودند ولی کسی را نیافتند. پس از این یکی از آنها به مربی زنگ زده خواهش ثبت نام و تمرین را بیان کرد و سراغ مکان را پرسید. بعد 10 دقیقه کارمندان قدرتی به تالار وارد شدند. نوشته شده است در تلگرام کانال. ریاست وزارت کارهای داخلی کراسنودار حضور کارمندان قدرتی را در این مکان ورزشی تصدیق کرد و آن را یک چاره‌بینی اپراتیوی پروفیلاکتیکی برای سنجش فعالیت کلوب‌های غیر رسمی رزمی و اتحادیه‌های ورزشی هنرهای رزمی نامید. اگر این سنجش بود می توانستند به سلاح و ترساندن گذرانند. آنها کودکان را دیدند. برای چی آنها را 1 ساعت ترس دادند؟ میگوید یلنا. اما مقامات پلیس کراسنودار درباره استفاده زورآوری نسبت کودکان هیچ گونه اظهارات ندادند.